یک دوستی من در روسیه کار میکند، فعالیت میکند، رحیم جان نام دارد. بچه‌های ناحیه رشتان زمین از غرم است و همین طوری استاد ظفر ناظمов من سال 95 استاد خانه دعوت کردم و با اشتراک استاد لایق شیرعلی خدا رحمت کند، با اشتراک استاد جورابک مرادов، لطفالله دولتزاده، ارتق خادیر، استاد مرادبک و دیگر بزرگا در خانه جمع بودن. استاد جورابک مرادов و هممون جمع بودیم. من پسرم گفتم که همون تار دوست داشته ترین منو بیار. پسرم تار آورد شیروان جان و همون تار من به استاد تقدیم کردم. یک تار صدفین بود. چند سال گذشت، در بین 30 سال خیلی 25 30 سال گذشت. یک روز همین برادری که رحیم جان گفتم از غرب از نوسیبیرسک ایستاده گفت که در همین غرب یک تار ظفر ناظم بوده دستی آدم به. بعد همین تار آوردن از نام همون رحیم جان جوره ما برادری ما این تاری استاد ظفر ناظم به من تقدیم کردن و من گرفته تعمیر کردم تیزکک. الو شیری عجم فردا مرا تو زنده خواهی داشت، الو شور دل دنیا مرا تو زنده خواهی داشت. سخن پیدا و ناپیدا ای هر خلقی سخن ساز است، الا پیدا و ناپیدا مرا تو زنده خواهی داشت. دلم روزه اگر از درد شعر و عشق میمیره، الا عشقی جهان آرا مرا تو زنده خواهی داشت. سخن پیدا و ناپیدا یه هر خلقی سخن ساز است، الا پیدا و ناپیدا مرا تو زنده خواهی داشت. الا دیوان حافظم باشی زی هر مرگه، الا دیوان مولانا مرا تو زنده خواهی داشت. الا دیوان لایق هم هستی زی هر درده، سرودهای ظفر ناظم مرا تو زنده خواهی داشت. سرودهای ظفر ناظم مرا تو زنده خواهی داشت. شهرهای استاد ظفر ناظمov در صنعت بسیار شاگردای باوی رساند. شاگردای زیادشان است. خودی من که مثلا هم مکتب استاد جورابک مرادov خوندم، هم مکتب استاد ظفر ناظم خوندم. آهنگای من در زیر تاثیر آهنگای بابای ظفر است بیشترش. آن لحظه که در خانه و در شهر نگنجی، در خانه و در شهر چی در دهر نگنجی، آن لحظه که خورشید به بالای سری توست، تنها زی برای تو چو دست پدری توست. دریاب که عشق هسته، دریاب که عشق است. من این آهنگای از رویه استاد ظفر ناظم به ایجاد کردگی هستم.
وفا